میخوام خیلی واضح بهت بگم راز آدمای عملگرا چیه. آدمای عملگرا دقیقاً چی کار میکنن که میتونن به همه کاراشون برسن. بذار بهت توضیح بدم. بیا فرض کنیم این تو فکر میکنی که آدمای عملگرا همیشه انگیزه دارن، همیشه یه انرژی دارن که باعث میشه به همه کاراشون برسن، در حالی که همه آدما یه روزایی حالشون خوب نیست، انگیزه ندارن، حوصله ندارن. پس چی میشه که اونا همچنان به کاراشون میرسن، همچنان عملگران؟ این که اون چیزی که باعث عملگرایی یه آدم میشه انگیزش نیست، تعهدشه. چون انگیزه تو وابسته به اون حس و حال اون لحظته، ولی تعهد هیچ ربطی به حس و حالت نداره. تعهد میگه تو چه حالت خوبه، چه حوصله داری، چه نداری، باید بری اون کارا رو انجام بدی. پس تو برای اینکه عملگرا بشی و بری یه کاری رو انجام بدی نیاز به انگیزه نداری. تنها چیزی که نیاز داری فقط تعهده. اگه حال کردی پیجو داشته باش.